نه خداییش ایده رو حال کردی؟ چرخش و استایل رو حال کردی؟ آقا شما چتونه؟ چرا ریسک رو اینقدر با استاپ لاس قاطی میکنید؟ ریسک ببین گوش بده اینو یاد بگیری. اینو اگه یاد نگیری 2 سال دیگه به خدا میفهمی من چی میگم. کلی پول از دست میدی میفهمی من چی میگم. ریسک یه چیز جداست با استاپ لاس. استاپ لاس مربوط به هر سیگناله که تو هر سیگنال متفاوته. تو هر معامله متفاوته. ریسک مربوط به پولته. یعنی که آقا رو هر معامله که میخوای باز کنی چقدر از پولت رو ریسک کنی. یعنی اگه استاپش خورد چقدر ضرر بدی رو هر معامله. اگه اصلا همچی پلن و برنامه‌ای نداری فاتحت خونده است. تو باید روی هر معامله 1% از پولت رو ریسک کنی. مثال گوش بده قاطی نکنی. مثال $1000 داری، روی هر معامله قرار 1% ریسک کنی. 1% $1000 چقدر میشه؟ بگو سریع. میشه $10. یک صدم ضرب در 1000 میشه $10. ریسک تو اینجوری محاسبه میکنی. حالا میای یه سیگنالی مثلا تو شروع شب یه مستری رو فالو کردی، سیگنال داده، دیدی که اسمارت الرتش میاد، سری میزنی رو نوتیفیکیشن، باز میشه سیگناله و سیگنال رو میخونی. زده استاپ لاسش مثلا با اهرم هرچی، با اهرم 20 شده 20%. اوکی؟ میخوای پول ببری توی معامله بازش کنی، ولی چقدر ببری که اگه این استاپ 20%ش خورد تو همون $10 تو ضرر بدی؟ چقدر ببری؟ فرمول اینه 10 و همون ریسک رو تقسیم بر استاپ لاس میکنی. 10 تقسیم بر 20% یا 20 صدم میشود 50. $50 باید ببری توی معامله که اگه استاپ 20%ش خورد تو همون $10 ضرر بدی. اینجوری میتونی 100 تا معامله بکنی، 100 تا پشت سر هم ضرر بدی. امکان نداره همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی تا زمانی که به این اصل مهم پایبند نباشی همینجوری ضرر میدی، همینجوری ضرر میدی، بدون استثنا ضرر میدی. بفرست برای یکی که بهش نیاز داره. دمت گرم.